هی پسر سلام، چه فهان البته. هی پسر احمقی که میای دارچه بلاجر، اینفلورنسر، آنلاین شاپ، واینر، سوسماستر، جاسگرگویای اینستاگرام فحاشی میکنی. هی ببین، تو قطعا یک آدم چلپدر مادر کاباله‌ای آبجی جان باش هستی. فحاشی چرا میکنی پسر خوب؟ تو قطعا از این آدمایی بودی چه زمانی که جناب علی دایی اون آهنگ نگاه استیل جنگل رفتی زیر پست اونم حتی فحاشی کردی. چرا؟ چون ثبات نداری. تو از اینایی بودی که قاشق تو تولدت دخیل بوده، یعنی با قاشق. البته اینم بگم شماهایی که منو دارید یا اونایی که منو ندارن و با ادبن، اینا همه با خانواده، با پدر مادر، با پرستیژ، با شعور و فرهنگ هستن. منظورم اینایی بودن که فحاشی میکنن تو دارچس. اینا همونایی که صف بربری تو فشاری که صف بربری بوده به دنیا اومدن.